ای تو روحت پزشکیان با این وعده هات. اینترنت رو نگاه کن تو رو خدا. سرعت رشد ریش ژاپنیا بیشتر از این اینترنته. ای بابا داداش، پزشکیان کیلو چنده؟ طرف اختیار شیر سماورشون رو نداره، چه برسه به شیر اینترنت. همشون سر و ته کرباسن. اوضاع خطریه. یه وقت اختشاش نشه. عظما سلام، هستی؟ علیک. عظما اوضاع خطریه، ما که هیچ غلطی نتونستیم بکنیم. لااقل شیر اینترنت رو یه هوا باز کن، شلش کن، یه وقت اختشاش نشه. باشه بابا، هول نکن، الان یه کاریش میکنم. زکی اینجا رو کلن قطعش کردن. تا اینا سر کارن هر روز همین بساطه. نگاه کن تو رو خدا، مال منم قطعه. ای گور پدر این آخوندا و اینترنت لعنتیشون. ای لعنت به اول و آخرشون. عظما قطع شد چه کلن؟ چرا همچی شد؟ عظما اوضاع سیته، قرار شد شلش کنی، زدی قطعش کردی؟ مگه تو ذوب در ولایت میستی؟ چرا عظما هستم. خب پس گرگرت واسه چیه؟ عظما من نگران منبیات شما، میخوام یه وقت اختشاش نشه، بزنن سیاستای کلی دونه آشولاش کنن. ببین خوبه. اومد بابا، کامل قطع شده بود، الان بهتر شد. جان من راه افتاد. آره سرعت بالا رفت. عظما دیره تا بابا، خیلی نابغه ای. وقتی ذوب ولایت باشی همین میشه، یاد گرفتی؟ آره عظما عالی بود.